بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، خیلی خوش اومدید به دوره سلاطین کانالداری. خیلی ازتون ممنونم که به ما اعتماد کردید. امیدوارم که بتونیم توی این دوره اطلاعات فوق العاده خفنی بهتون ارائه بدیم تا بتونید نتایج فوق العاده خفن‌تری رو برای خودتون رقم بزنید و به ما خبر بدید و ما رو خوشحال کنید. در جلسه اول این دوره می‌خوایم راجع به فونداسیون کار صحبت بکنیم. اینجا از قصد عکس یه برج میلاد رو براتون آوردم که بگم ببین وقتی ما یه برجی رو میبینیم، وقتی یه ساختمونی رو میبینیم، قطعا یه فونداسیونی در پایین این برج قرار داره، در زیر این برج قرار داره که دیده نمیشه، ولی یکی از مهمترین اجزای ساختمون فونداسیونشه. یعنی اگر اون فونداسیون وجود نداشته باشه عملا اون ساختمون محکوم به نابودیه. یه سری مسائلی هست، یه سری چیزهایی هست که توی این جلسه میخوام بهت بگم. حالا جلسه مقدماتی جلسه اوله که باید بدونی، باید اینا رو بدونی، چون اگر ندونی و جلو بری اقدام کنی خدای نکرده ممکنه شکست بخوری. دقیقاً این ساختمونی که ساختی آوردی بالا 50 طبقه، ولی چون فونداسیون نداره بر اولین حرکت میفته. پس میخوایم راجع به فونداسیون این جلسه با هم دیگه صحبت کنیم. حالا اولین قدمی که باید برداریم هدف گذاری کردنه. ببین وقتی میگیم هدف گذاری یعنی تعیین مسیر، یعنی بدونی به کدوم سمت میخوای بری. من اگه هدف نداشته باشم خب نمیدونم چه کاری میخوام انجام بدم. یعنی صرف این که آقا بریم یه کانالی بزنیم یه پولی در بیاریم، نه، اینجوری نمیشه. واقعا اینطوری نمیشه. باید بدونی به کدوم سمت میخوای حرکت کنی، چه کاری میخوای انجام بدی، چه کارهایی رو نمیخوای انجام بدی، قراره چه چیزی به دست بیاری، چه چیزی برات ارزش محسوب میشه، چه چیزی مهمه، چه چیزی مهم نیست. اینا رو همه رو باید بدونیم. دنبال چی هستی؟ اینا رو بنویس. یعنی همین الان یه کاغذ خودکار بردار. حالا من یه نکته‌ای هم بگم بهتون که لطف کنید بنویسید نکات مهمی که به ذهنتون میرسه. نمیخوام خط به خط، ریز به ریز، کلمه به کلمه بنویسید، نه، ولی این انتظار رو ازتون دارم که بالاخره نکات مهمی که به ذهنتون میرسه رو بنویسید، چون بالاخره ممکنه مثلا 10 تا دیگه جلسه جلو رفتیم مطالب جلسه اول دیگه یادت نیاد. بنویس که به وقتش مرور کنی. اینجا داریم راجع به چی صحبت میکنیم؟ این که دنبال چی هستی، اهدافت رو بنویس. خب آقا من میخوام از طریق مثلا فروش فلان چیز پول به دست بیارم، که چی کار کنم؟ انگیزت رو بنویس. چرا میگم انگیزت رو بنویس؟ که اگه پس فردا روز یه وقتی خدای نکرده شکست خوردی یا تنبلی خواست بیاد سراغت، انقدر پیش میاد ولش کن، حالا حوصله‌ام نمیرسه الان بخوام فعالیت کنم، الان تولید محتوا کنم، الان بفروشم فلان، اون انگیزه بیاد جلوی چشه. ببین یه نگاه بندازم به اون برگه. من میخوام پول به دست بیارم تا برای نمیدونم همسرم رفاه بیشتری رو فراهم کنم. من میخوام پول به دست بیارم تا بتونم برای خانوادم امکانات بیشتری فراهم کنم. من میخوام پول به دست بیارم تا بتونم فلان چیز که همیشه آرزوشو داشتم بخرم، به دستش بیارم. مینویسیم، جلوی چشمون میذاریم که اگه هر موقع خواستم تنبلی کنم برم سراغش ببینمش، یه انرژی به من میده، یه حال خوب به من میده. جدای این بحث انگیزه و انرژی، گفتم دنبال چی هستی، چه کاری میخوای انجام بدی، میتونی همین الان متوقف کنی حتی جلسه رو و این کار رو انجام بدی. خب من میخوام چی کار کنم، چی میخوام بفروشم، به کی میخوام بفروشم، کجا میخوام بفروشم، تو چه فضایی میخوام فعالیت کنم. هر چیزی که واقعا وجود داره، هر چیزی که بیشتر بهت کمک میکنه فضا روشن‌تر بشه. ببین الان شاید خیلی از شماها اینجوری باشید که توی یه فضایی ایستادی و دور و برت تاریکه، نمیبینی، و نوشتن هر یه دونه از اینا یه قسمت عظیمی از اطرافت رو روشن میکنه، مسیر برات روشن میشه، متوجه میشی به کدوم سمت باید حرکت کنی. آها، یه نکته دیگه من میگم، گفتم تو این جلسه میخوام یه سری نکات مهم بگم، فونداسیون رو بسازیم تا از جلسه بعدی خفن بریم جلو. تلاش بسیار زیاد. ببین هیچ کس با تنبلی کردن به موفقیت نرسیده.
حتما یه تلاش زیادی وجود داشته و همین ضرب المثل معروف که نابرد رنج گنج میسر نمی شود. بله ما باید هوشمندانه تلاش کنیم و شمایی که داری این دوره رو میبینی یعنی قبول داری که هوشمندانه تلاش کردن جواب میده و بالاخره کانال داری کردن یک نوع هوشمندانه تلاش کردن محسوب میشه، ولی هوشمندانه تلاش کردن در کنار سخت تلاش کردنی که معنی پیدا میکنه. یعنی سخت تلاش کردن به تنهایی کافی نیست که اگر سخت تلاش کردن به تنهایی کافی بود خب خیلی از مثلا قشر کارگر عزیزمون بعد ثروتمند می بودن. پس سخت تلاش کردن به تنهایی کافی نیست. سخت تلاش کردن در کنار هوشمندانه تلاش کردن، این دوتا در کنار همه. فلذا کسی که میاد توی فضای مجازی شروع کنه فعالیت کردن داره هوشمندانه فعالیت میکنه، ولی اگه یه روز کار بکنه یه روز کار نکنه موفق نمیشه. ولی اگه بیاد این هوشمندانه کار کردن و فعالیت تو فضای مجازی با سخت کار کردن مخلوط بکنه، اینجاست که موفقیت‌های بزرگ به دست میاد. پس از همین الان سنگامون رو با هم وا بکنیم. اگه قراره تنبلی کنی و یه روز کار کنی و یه روز کار نکنی بدون به نتیجه نمیرسی. ولی سفت وایسا، سفت و سخت وایسا. چرا؟ به خاطر اون انگیزه هایی که نوشتی، برای اون لبخندایی که قراره در آینده ببینی، برای اون حس خوبی که قراره خودت به دست بیاری، برای اون لحظه‌ای که وارد مغازه میشی و چیزی که میخوای رو بدون اینکه قیمتش رو بپرسی بخری و کارت بکشی. قراره سخت تلاش کنیم، عرق بریزیم، حتی گاهی مواقع از شدت سخت کار کردن گریه کنیم برای دیدن خنده یکی از عزیزانمون، برای اینکه سفرهایی که میخوایم رو بریم، برای اینکه بتونیم اتفاقات فوق‌العاده خوبی رو برای خودمون رقم بزنیم، برای اینکه دیگه نگران کوچکترین اتفاقی توی قیمت گوشت و مرغ و ماکارونی نباشیم، برای اینکه فرق داشته باشیم با بقیه، برای اینکه به جای نگرانی پر از امید باشیم. به این فکر کنیم که چجوری یه دونه‌ای که داریم رو تبدیلش کنیم به 2 تا، این 2 تا بشه 3 تا، 4 تا، 10 تا. نه اینکه چجوری این یه دونه رو حفظش کنیم و از دستش ندیم. پس قرار سخت در کنار هم دیگه تلاش کنیم. و نکته بعدی، ببین باید استمرار داشته باشی. اینکه یه روز کار کنی یه روز کار نکنی و امروز حال دارم و حال ندارم این نمیشه. و یه بحثی هست اقدام، بازخورد، اصلاح. ببین من میام یه کاری انجام میدم، یه تولید محتوایی انجام میدم، یه فعالیتی انجام میدم، یه اقدامه، یه بازخورد میگیرم از مخاطبم. یعنی چی؟ یعنی مخاطب من یا اوکی میده من یه تولید محتوایی انجام میدم، مخاطب اوکی میده به معنای اینکه مثلا آقا من میتونم بفروشم، از من میخره. اقدام، بازخورد، از من خریده، اوکی. یه موقع اقدام میکنم مخاطب نمیخره، هیچی هم به من نمیگه، این خودش بازخورده. اینکه چیزی به من نمیگه، اینکه حرف نمیزنه، اینکه نمیخره یه بازخورده. یعنی چی؟ یعنی من اقدام تو رو دوست نداشتم. اقدام، بازخورد، اصلاح. خب من اقدام کردم، بازخورد چی بود؟ بازخورد بد بود. اصلاح، کجای کار ایراد داشت؟ میرم میگردم آقا این قسمت ایراد داشت، این قسمت ایراد داشت، کجای کار من ایراد داشت؟ دوباره برمیگردم از اول، اقدام جدید، بازخورد جدید. درست شد؟ اگه درست شد خدا رو شکر، اگه درست نشد اقدام جدید، بازخورد جدید. درست شد؟ هی برمیگردیم، اقدام جدید، اقدام جدید، اقدام جدید، بازخوردهای جدید، بازخوردهای جدید، اصلاح، 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 تا بالاخره به موفقیت برسیم. فلذا اگه رفتی جلو دیدی به نتیجه نمیرسی نگو فایده نداره. چرا؟ چون واسه همه پیش اومده، اینقدرم زیاد پیش میاد که حد و نصاب نداره. و متاسفانه من میبینم بعضی از افراد از یه جایی به بعد فراموش میکنن این پروسه اقدام، بازخورد، اصلاح رو. آقا تو اقدام انجام دادی، خیلی خوب، این نشد، برگرد از اول. دانشمندای جهان، مخترعین جهان تو بار اول یه اختراعی رو ثبت نکردن، یه چیزی رو در بار اول کشفش نکردن، انقدر ادامه دادن، نشد، دوباره از سر، نشد، دوباره از سر، نشد، دوباره از سر. پس استمرار باید داشته باشیم و به هیچ عنوان نباید ناامید بشیم. ببینیم مسیر رو انقدر کسی قبل از تو رفته و به موفقیت رسیده که اصلا جای شک و تردید نیست. اگر 3 سال پیش بود
نه تو نفر اول بودی، نفر دهم بودی، میگفتم خیلی خب من بهت حق میدم بعد از یه مدت تلاش ناامید بشی، چون تو نفر دهمی، تو نفر اولیه مثلا بر فرض مثال. ولی الان این جاده‌ای که تو داری میری، این قله‌ای که داری به سمتش حرکت میکنی، انقدر کسی رفته قله رو فتح کرده که اگه تو نمیرسی، به این معنی نیست که کوه خرابه یا مسیری وجود نداره یا هر چیز دیگه ای. رفتن رسیدن. نگاه کن چند ده هزار نفر اون بالا وایسادن. پس یعنی چی؟ یعنی تو هنوز مسیر رو درست رو پیدا نکردی. پس ناامید نمیشیم، میگردیم مسیر رو پیدا میکنیم. و اینکه باید بدونیم شکست جزئی از مسیره. شکست پاورقی موفقیته. خیلی نکته مهمیه ها، از یه جای بعد فراموش میکنیم. واقعا از یه جای بعد فراموش میکنیم. اینو جدی دارم میگم. این که من یه اقدامی میکنم، مثلا یکی از چیزهای مهمی که وجود داره اینه که همه انسان ها فکر میکنن جاده موفقیت اینجوریه که من اینجا حرکت میکنم، این ور شکست، این ور موفقیته. اگه من شکست بخورم پس موفقیت نرسیدم، در حالی که مسیر موفقیت اینجوری نیست، دو تا راه نیست. من میرم این ور شکست میخورم، دوباره میرم این ور یه شکست دیگه، یه شکست دیگه، یه شکست دیگه. این مسیر موفقیت منه، در نهایت موفقیت میرسم. میرم به شکست‌های متعدد برخورد میکنم، اصلاح‌های متعدد میزنم تا در نهایت به موفقیت میرسم. پس اگه شکست خوردی، یک، انگیزه هاتو به یاد بیار، واسه چی اصلا شروع کردی. و دو، تو نفر اول نیستی. افراد بسیار زیادی قبل از تو به موفقیت رسیدن و اونا هیچ فرقی با تو ندارن. اونا هم یک انسانن مثل تو. نه استعداد خیلی عجیب غریبی داشتن، نه شرایط خیلی عجیب، نه واقعا همه تقریبا در یک شرایط. ولی خب یکی اصطلاحا خودمونی بگم بچه پرروتره، هرچی زمین میخوره بلند میشه. دیدم و بعضیا واقعا بچه پررو و خوبه تو کسب و کار. بچه پررو بودن خوبه، حسابی هم خوبه. هی زمین میخوره بلند میشه، آقا این نشد، راه جدید، راه جدید. من شکست خوردم، یه تجربه به دست آوردم. آها دیگه نباید این کار رو انجام بدم، باید اینجوری از این به بعد فعالیت کنم. و این نکته بعدی، آموزش ببین و تخصصت رو افزایش بده. ببین تو یا آموزشی هستی، خدماتی هستی، یا فروشگاهی هستی. اگه آموزشی هستی، مدرسی رو داری تدریس میکنی که تکلیفت معلومه. روز به روز باید تخصصت رو افزایش بدی. چرا؟ چون مهمه. چون قاعدتا اگر استاد باسوادتری باشی، اگر علم بیشتری داشته باشی، اگه تخصص بیشتری داشته باشی، هم تبدیل به برند گران قیمت تری میشی، هم بهتر میتونی بفروشی، هم بهتر میتونی نفع برسونی، خیلی بیشتر میتونی به بقیه کمک کنی. اطلاعاتی که داری به مخاطبت میدی خیلی ارزشمندتر خواهد بود. اصلا در موردش صحبتی نداریم. ولی راجع به بچه‌های فروشگاهی و خدماتی، آقا آموزش این تخصصم راجع به چی افزایش بدم؟ تو یه محصولی داری میفروشی، تو یا داری کیف و کفش میفروشی، یا داری عرقیجات میفروشی، یا داری گوشی میفروشی، یا داری مبل میفروشی، یا داری صندلی میفروشی، یا داری فرش میفروشی، یا داری خوراکی میفروشی. یه چیزی بالاخره داری میفروشی. خدماتی هم همینه. تو میتونی اطلاعاتت رو راجع به محصولت افزایش بدی. تو اگه داری عرقیجات میفروشی، بفهمی اینی که داری میفروشی خواصش چیه، چجوریه، چجوری میشه ازش استفاده کرد. تویی که داری کیف میفروشی، انواع کیفا رو بشناسی، بتونی مشاوره بدی. میگم برات توی فصل فروش بحث مشاوره دادن رو. ولی تو هم که یک محصول داری میفروشی، میتونی تخصصت رو افزایش بدی در اون زمینه محصولت. انقدر اطلاعات توی فضای مجازی هست، توی اینترنت هست که حد و حساب نداره. تا توی در موردش تحقیق کنی که خب مثلا من دارم ساعت میفروشم، اصلا دارم اطلاعات به دست بیارم، انواع ساعت ها، انواع موتورهاش، انواع بندش، فلان 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 فلان، روش نگهداریش، چیکار کنیم درسته، چیکار نکنیم. این چه فایده ای داره؟ بعدن که به بحث تولید محتوا برسیم میفهمی که تخصص داشتن در زمینه محصولی که داری میفروشی چقدر میتونه بهت کمک کنه، چقدر محتوای تو رو متمایز میکنه نسبت به محتوای بقیه. پس تخصصت رو افزایش بده. و اصلاح باور. یه نکته، یعنی رسیدیم به یه قسمت خوشگل دوره. من خیلی روی این بحث احساس باور همیشه تاکید داشتم و دارم. چرا؟
چون به نظرم این باورهای ما هستن که ما رو به موفقیت میرسونن یا ما رو از موفقیت دور میکنن. کسی که باور نداره به این که میتونه موفق بشه قطعا اقدامی انجام نمیده و تا آخر میشه فرد شکست خورده باقی میمونه. پس باورها مهمن. چند تا باور رو اصلاح کنیم. یک، عجله نداشته باش. آقا من 2 هفته است دارم فعالیت میکنم چرا نتیجه نداد؟ 2 هفته است. باید اجازه بدید زمان بگذره. اصلا روند کار دستت بیاد، یاد بگیری کار رو، بعد حالا تازه مخاطب بیاد باید صمیمی بشه، اخت بگیری. عجله نداشته باش. دیر اومدی نخوا زود برو. آروم آروم. پس یک، برای اینکه به موفقیت برسیم نباید عجله داشته باشیم. نباید انتظار داشته باشیم یه شب اتفاق خاصی بیفته. و 2، با حال خوب فعالیت کن. ببین من نمیدونم چطوری، ولی این رو میدونم که مخاطب حس و حال اون فردی که داره تولید محتوا میکنه رو درک میکنه. من نمیدونم چطوری. قشنگ میفهمه که این امروز حالش بده. ببین نه اینکه بهش پیام بده بگه چرا امروز حالت بده ها، نه، حس بد میگیره از پیامش. من نمیدونم چطوریه. من نمیدونم. این حاصل تجربه منه. این حاصل چندین سال کار کردن توی فضای کانالداریه و تجربه من بهم میگه اگر روزی حالم خوب نیست نباید فعالیت کنم. چرا؟ چون مخاطبم حال بدی از من میگیره توی کانال و وقتی که حال بد بگیره کانال من دیگه براش دوست داشتنی نیست. پس اگه یه روز احساس میکنی حالت بده به خودت استراحت بده. برو کاری انجام بده که دوست داری تا حالت خوب بشه. ولی اگه این حالم بده تکرار شد، یعنی حتما باید به یک پزشک مراجعه کنی. این دیگه چیزی نیست که بشه اصلاح کرد. با حال بد نمیشه فعالیت کرد. با حال بد نمیشه خلاقیت داشت. ما به خلاقیت نیاز داریم توی تولید محتوا. برای اینکه خلاقیت داشته باشیم باید حالمون خوب باشه و برای اینکه حالمون خوب باشه، حالا یه روز طبیعیه دیگه، گاهی آدم 1-2 روز به هر دلیلی حالش بد میشه، استراحت میکنی، میرید نمیدونم بستنی میخوریم، میگرده هر کسی یه جوری، حالت خوب میشه. ولی اگه داره تکرار میشه یعنی بعد این اصلاح بشه، اصلا یه اتفاق بدی داره توی زندگیت میافته. اوکی؟ خب و رشد گام به گام. ببین رشد ما اینجوری نیست که یهو مثلا بزنی به گام به گام، آروم آروم، یه پله میای بالا، یه چیزی یاد میگیری، یه موفقیتی به دست میاری، بعد گام بعدی موفقیت بزرگتر، بعد موفقیت بزرگتر، همینجور پله پله میای بالا. انتظار نداشته باش از پله اول جهش کنی به پله 10. این اتفاق از هر 10,000 نفر واسه یه نفر میافته. ما کار به استثناءات نداریم. پله اول، پله دوم، پله سوم، پله آروم آروم. هیچ چیز به اندازه صبر واقعا معجزه نمیکنه. صبر فوق العاده است. این که من بدونم خب من این ماه این مقدار مبلغ به دست آوردم، ماه بعد یه کوچولو بیشتر شد، یهو نگم آقا چرا نمیرسه به اون ماهی 100 میلیون، ماهی 200. پله جلو میریم. کما اینکه منی که اینجا وایسادم یا خیلی از افراد دیگه که میریم موفقن در بحث کانال داری، پله اومدیم بالا، خون دلها خوردیم تا اومدیم بالا، ولی الان ثمرش شیرینه. و نکته بعدی، متمرکز باش توی کار خودت. ببین نمیشه 10 تا کار انجام بدی هر 10 تا هم به نتیجه خوب برسونی. فکر کن با یه دسته، مثال معروفیه دیگه، 10 تا هندونه برداشتی هیچ کدومو نمیرسونی. یه کاری داری انجام میدی، حالا نهایتا یه کار دیگه هم هست داری انجام میدی، اوکی 2 تا کاره، ولی یهو 10 تا کارش نکن، 4 تا کارش نکن، 5 تا کارش نکن. تمرکز روی کارته که به تو کمک میکنه تا موفقیت به دست بیاری. همون چیز معروفی که شنیدید که ذره‌بین وقتی میسوزونه که متمرکز میشه. تو باید متمرکز باشی رو کاری که داری انجام میدی تا ایده های خوب به ذهنت برسه، تا فعالیت های خوب بکنی، تا بتونی رشد کنی، تا بتونی تخصص به دست بیاری. پس متمرکز باش. سراغ کارهای مختلف نرو، از این شاخه به اون شاخه نپر. اول مطمئن شو این راهی که داری انتخاب میکنی درسته، مشاوره بگیر، مشورت بگیر، فکر کن، تحقیق. مطمئن شدی برو جلو. این شاخه اون شاخه. این کار رو نکن. خب یه
یه نکته هم بذار اینجا واسط جا بندازم. مزیت‌های فعالیت توی فضای مجازی. آقا فعالیت کردن تو فضای مجازی اصلا چه مزیت‌هایی داره؟ چرا باید این کار رو انجام بدیم؟ چند تا ساده ترین مزیتاشو بخوام بگم. یک، به نسبت فضای حضوری راحت تره. یعنی شما حساب بکن توی سرما و گرما باید 7 صبح بلند شی بری کرکره مغازه رو بدی بالا، حالا مثلا انقدر برف اومده یا گرمه آفتاب داره میزنه تو بعد این کار رو. ولی فضای مجازی صبح بلند میشی قشنگ زیر باد کولر توی خونه فعالیت رو شروع میکنی. یک، راحت تره به نسبت فضای حضوری. دو، تو یه مغازه‌ای که بخوای بگیری به طور مثال، مگر این که بری توی پاساژها و بازارهای پرتردد مثلا شهرهای بزرگ مغازه بگیری که پاخور مغازت خیلی زیاد باشه، وگرنه انقدری نمیتونی پاخور عجیب غریبی داشته باشی. ولی توی فضای مجازی تبلیغات میدی کانالت میشه 100,000 تا، مثلا روزی 20,000 تا مخاطب میاد میبیند، روزی 20,000 نفر وارد مغازت میشه. فکرشو بکن یه لحظه. کانال تو به مثابه حالا مؤسسه آموزشیه، به مثابه یه مغازه است به طور مثال، روزی 20,000 تا بازدید داری میخوری. 20,000 نفر چقدر عدد گنده است. پس ببین جدای بحث راحت بودن اینه که راحت تر هم میشه رشد کرد با هزینه کمتر. یک کسب و کار عادی بخوای بیرون راه بندازی چقدر سرمایه میخواد، همینو بخوای بیای توی فضای مجازی چقدر سرمایه میخواد. اصلا اختلاف قابل مقایسه نیست. و خیلی واقعا چیزای دیگه، یعنی انقدر فعالیت توی فضای مجازی مزیت داره که به نظرم اصلا جایی واسه صحبت کردنش باقی نمیمونه. و دنیا داره به سمت فضای مجازی پیش میره، وسط بحثیم، به سمت هوش مصنوعی داره پیش میره و همه مغازه ها کم کم دارن مجبور میشن وارد فضای مجازی بشن. پس اینم در موردش صحبتی نداریم دیگه. واقعا صحبت کردن راجع به این مسئله توی قرنی که هستیم چیز مسخره‌ایه به نظرم. خب چند تا توضیح خارج از دورم بهتون بدم، یه سری اطلاعاتی رو باید بدونید. یک، بحث همکاری در فروش. ببین ممکنه تو یه کانال فروشگاهی بخوای بزنی و میگی آقا من الان محصول ندارم، تولید کننده نیستم یا محصولم ندارم، بعد چی کار کنم؟ کاری که بعد انجام بدی خیلی ساده است. اگر خودت محصول نداری، تولید کننده نیستی، میری یه مغازه‌دار پیدا می‌کنی توی شهرتون، توی استانتون یا هر جای دیگه فرق نمی‌کنه، دوست باشه، آشنا باشه، غریبه باشه، میری آقا مثلا کیف زنونه، سلام وقتتون بخیر، خسته نباشید، من یه کانالی دارم میزنم، میخوام توی بحث کیف زنونه فعالیت کنم، کیف بفروشم داخل کانالم، از کیف‌های شما خوشم اومده، میخواستم اگه اجازه بدید من چند تا عکس از طرح و کیفاتون بگیرم بذارم داخل کانالم بفروشم این کیفا رو. فقط یه مطلب، ما چجوری باید با هم دیگه حساب کتاب کنیم؟ شما مثلا این کیفو داریم اینجا 400,000 تومان، خب من میخوام بفروشم، یه قیمت ارزون تری با من حساب بکن که منم بتونم همین 400 تومان تو کانالم بفروشم، یه سودی هم با من بمونه. ببین اون مغازه‌دار خوشحال میشه از اینکه یه نفر اومده داره مفت و مجانی کمکش میکنه، قیمتو میاره پایین‌تر. حالا اگه رفتی یه نفر گفت نه اونو ولش کن بگرد دنبال یکی دیگه، میری مثلا این بهت میگه آقا مثلا من 320 تومن به تو میدم، 320 میاری عکسشو میگیری ها، حتی لازم هم نیست بخری. ببین نیازی نیست کیف بخری انبار کنی، عکسشو میگیری یا نهایتا از هر یه مدلش یه دونه کیف میخری، از 5 مدل مثلا، اینو میاری و عکس میگیری و فلان میذاری داخل کانالت، میدی 400,000 تومان. طرف پیام میده میخره، مثلا 2 نفر به شما پیام میدن، اینو میخرن واریز میکنن پولو برای شما، شما میری پیش اون بنده خدا یا تلفن میزنی آی فلانی کیف طرح فلان رو 2 تاشو لطفا بذار کنار واسه من، بعد از ظهر میام میگیرم. بعد از ظهر میری میگیری میاری بسته بندی میکنی و ارسال میکنی میره. اون 320 تومن گفتی 320 اونو بهش میدی 80 میذاری جیبت. همکاری در فروش اینه. خیلی کار جالبیه، خیلی کار باحالیه، چون سرمایه اولیه واسه تو لازم نداره، تو فقط یه بحث تبلیغات رو اینجا داری. حالا نهایتا اگه بخوای مثلا یکی دو تا از محصولاتشو بخری که بتونی باش عکاسی کنی، همین، نیاز نیست انبار کنی جنسو. سود خیلی خوبی هم میتونه داشته باشه، چون مخاطب اصلا نمیفهمه تو این محصول رو نداری، فکر میکنه تو الان یه انبار داری 2000 تا این تو انبارت. به همین راحتی. میگم اگه رفتید یکی قانع نشد قبول نکرد، بعدی انقدر بگردید تا پیدا کنید، ببینید چی سودش خوبه، چی فروشش خوبه، چی شرایطش خوبه واسه فروش توی فضای مجازی، احساس میکنید دوست دارید اینو بفروشید، اقدام کنید براش. این یه بحث بعدی، نحوه تولید دوره آموزشی. ببین ممکنه شما مدرس باشی و بگی که خب آقا من نمیدونم چجوری باید تدریس کنم، من نمیدونم چجوری باید دوره آموزشی آماده بکنم. اول اینکه شما باید
نحوه آموزش رو بشناسی. یعنی اصلا چه جوری میشه آموزش داد. وبیناره، سمیناره، کارگاه، دوره است. اصلا این دوره خودش در قالب پادکسته، نمیدونم در قالب کلیپه، در قالب تصویره، در قالب متنه. اینا اول باید برای خودت مشخص بکنی. بعد اگه واقعا نمیدونی مرحله به مرحله چطور پیش بری، الگو بگیر. بگو خب آقا مثلا من این دوره آموزشی دیدم، مثلا همین دوره آموزشی رو داریم می‌بینی. خب این از کجا